همین آدمی که یک سال به مثلا 10 ماه 8 ماه نماز میخواند 2 ماه 3 ماه نماز میماند نه که مسکین است برای هوای زکات دادن جایز است یا نه؟ به یک شرطی که اگر دادن زکات سببی توبه شود و بازگشت به نمازی بردوام گذارد، همچون قیاس هم به مؤلفت قلوبهم، آنهایی که یا نمود کافرها و زکات داده میشد در قرآن کریم، آنهایی که قلباشون به اسلام مایل شدگی هست کم و بیش، اگر همین زکات مگر با درستتر مایل میشد و به اسلام میدراید، اگر همین باوری باشد داده میشد. جزاکم اصل الله خیر. زکات برای مستحق ها، سزاوارا، در مذهب حنفی به مؤلفه قلوبهم داده نمیشد. میگن که وقت شنده اسلام به آنها محتاج بود، تازه اسلام به هیچ کس محتاج نه، خواهد قبول کنه نخواهد قبول نکند.